به نام خداوند دانا و توانا. درود بر ناجی بشریت و الگوی انسانیت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. باز هم به درس های اساسات نرسنگ خوش آمدید. درس ما در مورد جلوگیری از انتانات است یا از پخش مایکروارگانیسم ها که چگونه جلوگیری کنیم در این جلسه بحث میکنیم. حالا عناوینی را که در این جلسه میخوانیم، یکی مایکروارگانیسم ها است و دیگر اسپسیس و انواع آن می باشه. میخوانیم که اسپسیس چی است و به چند نوع می باشه و به می قسم جلوگیری از انتانات داخله، جلوگیری از انتانات جراحی. یک بیمار است در بخش داخله یعنی جراحی نمیشه، از چگونه از انتشار انتان در جلوگیری شود، یعنی چگونه انتانی که در وجود از اوست نگذاریم در محیط و به نرس و دکتر و دیگر بخش انتشار کنه و همچنان انتانات افراد دیگر به مریض انتقال نکنه. در این جلسه بحث میکنیم و همچنان وقتی که جراحی میکنیم انتانات چگونه جلوگیری کنیم تا انتشار نکنه. پس اول مایکروارگانیسم شروع میکنیم. مایکروارگانیسم ها را شما در موردش معلومات هم دارین. مایکروارگانیسم ها موجودات زنده ذره‌بینی است که توسط میکروسکوپ دیده میشه. موجودات زنده ذره‌بینی است که توسط میکروسکوپ دیده میشه. کوچنی ژوندی موجودات دی چې د میکروسکوپ په واسطه لیدل کیږي، توسط میکروسکوپ دیده میشه و نمیتونیم توسط چشم دیده نمیشه. مثلا ای چی هستک؟ شما باکتری ها در شامل است، ویروس شامل است که اصلا هم اصطلاح انگلیسیش اگر نوشته کنیم ویروس خوانده میشه. خب ویروس در افغانستان عام شده، ویروس میخوانشه. مایکروارگانیسم ها موجودات زنده ذره‌بینی است که توسط میکروسکوپ دیده میشه. موجودات خیلی کوچک هستند و ما قادر به این نیستیم که توسط چشم خود ببینیم. پس مایکروارگانیسم ها را فهمیدیم که موجودات زنده است که توسط میکروسکوپ دیده میشه و این مایکروارگانیسم ها به صورت عمده میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم. یک نوعش است که نمیتونه به ما سبب تولید مرض شود، در بدن ما مرض تولید نمیتونه. و یک نوع دیگرش هست که سبب تولید مرض میشه. در بدن ما این مایکروارگانیسم ها وجود داره. مثلا در جلد ما هست، در اجواف ما هست و یک کار مشخص در بدن ما انجام میدهند. پس بعضی از این مایکروارگانیسم ها بی ضرر بوده و به صورت نرمال در قسمت های مختلف بدن ما قرار داره که به نام نورمال فلورا یاد میشه. فلورای نرمال بدن ما را تشکیل میده و اینها در بهبود صحت ما هم کمک میکند و به انسان مفید است، فایده میرسانه، یک وظیفه را انجام میده. و نوع دیگر از مایکروارگانیسم ها است که پاتوژنیک است، معلد مرض است یا سبب تولید مرض میشه. کورا به نام پاتوژنیک مایکروارگانیسم یاد میکنه. پاتوژنیک مایکروارگانیسم. زموږ په بدن کې مایکروارگانیسمونه یو هغه ډول مایکروارگانیسمونه دي چې ضرر نه لري زموږ بدن ته او د بدن نورمال فلورا تشکیلوي او بدن کې ځینې وظیفې سرته رسوي او صحت لپاره هم ګټور ده او همدارنګه زموږ بدن لپاره ګټه رسوي. او بل هغه مایکروارگانیسمونه دي چې زموږ په بدن کې مرض تولیدوي، هغوی ته پاتوژنیک مایکروارگانیسم وایي. پاتوژن، اصطلاح پاتوژن هر جا که شنیدین، پاتوژن یعنی تولید کننده مرض، د مرض تولید کننده مرض.
و مایکرو را هم میدانین کوچک معنا میده. این مایکرو ارگانیسم ها کدام ها میتونه باشه؟ میتونه ویروس باشه. در این ویروس دانشمندا حتی اختلاف نظر هم داره در خود ویروس. بعضی دانشمندا را موجود زنده میگه، بعضی هم را موجود غیر زنده میگه. چرا؟ به خاطر که یا RNA داره یا DNA داره، هر دویش همزمان نداره. این بحث تشریح میکنم، شما اگر یادداشت میگیرین یا نمیگیرین مربوط به مضمونتان نمیشه، اما یک معلومات اضافی است که در ویروس دانشمندا اختلاف نظر دارن. بعضی ها میگن موجود زنده است، بعضی ها میگن موجود غیر زنده است. دلیلش چی میگن؟ میگن همزمان RNA و DNA را نداره، یا RNA داره یا DNA داره. RNA داره یا DNA. وقتی که در وجود میزبان رفت، باز اگر RNA داشت از DNA میزبان کار میگیره، اگر DNA داشت از RNA میزبان کار میگیره. و بیماری های ویروسی که عاملش ویروس می باشه، این بیماری ها تداویش هم نسبتا طولانی تر است و حتی ناممکن است. چرا؟ به خاطر که همی خود ویروس ها همیشه در حال تغییر شکل می باشه، همیشه خود تغییر شکل می دهد و دوایی که بر ساخته شود در مقابل او دوا با تغییر شکل خود مقاومت پیدا میکنه. مثلا کرونا چند سال قبل که بود، تداوی برش نمی آمد، مرض ویروسی بود و ویروس تغییر شکل میکرد، دوایی که بر ساخته میشد در مقابل او دوا تغییر شکل میکرد و مجبور دوای دیگر ساخته میشه. از همین خاطر بیماری های ویروسی خطرناک و تداویش زمانگیر می باشه و حتی ناممکنه. بعضی بیماری های ویروسی فعلا هم است که تداوی نداره. باکتری هاست، پروستات است، به می قسم فنجی ها یا سمارق ها است، الجی ها است. اینیا مایکرو ارگانیسم های هستند که شما مایکرو ارگانیسم ها را در یک مضمون دیگر به نام مایکروبیولوژی میخوانید، یا بل مضمون در مایکروبیولوژی به نام د مایکرو ارگانیسمونه حلتوی. و فلورای نرمال بدن انسان تشکیل میده. در قسمت های مختلف این مایکرو ارگانیسم ها وجود داره و وظایف مشخص خود انجام میده. او دا مایکرو ارگانیسمونه چې د بدن نارمال فلورا تشکیلوي، د بدن په مختلفو ځایونو کې شته او د خپل دنده سرته رسوي. مثلا در جلد ما هست، در امعا و این قسمت های ما هست. در قسمت های مختلف بدن ما بیشتر در کجا قرار داره؟ در جلد ما قرار داره، در اجواف قرار داره. اجواف قرار داره و بحث اصلی ما در اسپسیس است. اسپسیس چی است و چی معنا داره؟ اسپسیس یعنی دور کردن مایکرو ارگانیسم ها، دور کردن میکروب ها. امی کوتاه‌ترین معناش میشه. در اسپسیس معنا چه ده؟ اسپسیس یعنی د مایکرو ارگانیسمونو لری کول، لن معنای هم داده. و تعریف چگونه کرده میتونیم؟ تعریفش به این قسم گفته میتونیم: اسپسیس طریقه متوقف سازی انتشار مایکرو ارگانیسم ها می باشد. طریقه متوقف سازی انتشار مایکرو ارگانیسم ها به نام اسپسیس یاد میشه. طریقه متوقف سازی انتشار مایکرو ارگانیسم ها به نام اسپسیس یاد میشه. د مایکرو ارگانیسمونو د ودې توقف پروسه ته اسپسیس به نام یادوی. و اسپسیس دو نوع است، یکی مدیکال میشه و دیگر سرجیکال. یا این بخش داخله میشه و این هم در بخش جراحی. همون پروسه که از انتشار یا پخش مایکرو ارگانیسم ها در داخله جلوگیری میکنه او را به نام مدیکال اسپسیس یاد میکنه. و در جراحی کدام
پروسه‌ای که هست او را سرجیکال اسپسیس یاد میکنه. و همچنان اگر بیشتر بگویم، شما در انگلیسی خواندین، کسایی که انگلیسی خواندن، امی حرف A که در اول بیای ضد اصلی معنا میده. سپسیس به معنای انتان یا انفکشن میشه. اسپسیس یعنی عدم موجودیت انتان یا انفکشن. تاسو انگلیسی کې لوستلی ده چې د لغات په سر که ای راسی معنای منفی کیږي. سپسس معنای ده انفکشن یا انتان، او ای کله چې راسی یعنی انتان نشته. نو داسې ویلی شو چې د پاتوجن لرې کول د اسپسس په نامه یادیږي، یا د مایکرو ارګانیزمونو لرې کول د اسپسس په نامه یادیږي. پس اینجا تصویر را میبینیم که مثلا ما از چی چیزهای کار میگیریم و این مراحل چگونه طی مراحل میشه. اسپسس در حال حاضر تنها امی معنا و مفهوم اسپسس فهمیدیم که اسپسس دور کردن پاتوژن ها، دور کردن مایکرو ارگانیسم ها، و اگر دقیق تر تعریف کنیم پروسه توقف رشد و انتشار مایکرو ارگانیسم ها به نام اسپسس یاد میشه. و اسپسس باز به دو نوع است که هر کدامش جداگانه مورد بحث قرار میدهیم. در این سلاید هم میبینیم که سرجیکال اسپسس است که کدام نکات در نظر گرفته شده. این در یک یا دو جلسه مکمل میخوانیم، حال یک معرفی کوتاه از این است. مثلا جراحی صورت میگیره، امی سرجیکال اسپسس یعنی در جراحی مایکرو ارگانیسم ها را یا پاتوژن ها را چگونه دور کنیم. په جراحی کې مایکرو ارگانیزمونه یا پاتوژنونه څنګه لرې کړو، دا سرجیکال اسپسس بحث کوي. سرجیکال اسپسس از امی بحث میکنه که چگونه در جراحی از انتشار مایکرو ارگانیسم ها جلوگیری کنیم، که در جلسات بعدی میخوانیم که چگونه امی وسایل جراحی معقم شوه، تعقیم شوه، استریل شوه و بعد از او استفاده شوه. اما استریل معقم سازی یعنی کاملا پاک که پاتوژن بیخی او نباشه، امی استریل گفته میشه که در سلاید های بعدی در این هم بحث میکنیم. و همچنان مدیکال اسپسس است که در بخش داخله بیمار وقتی که باشه چگونه از انتشار انتانات یا از انتشار پاتوژن ها جلوگیری کنیم، که در این تصویر شما میبینین یکی از آنها حفظ الصحه دست است، دلاس حفظ الصحه ده. پس حالا به صورت کوتاه هر کدامش میخوانیم که چی هست. در مدیکال اسپسس طرز العمل جلوگیری انتشار مایکرو ارگانیسم های پاتوژن از یک شخص و یا یک محل دیگر. یعنی چی کوتاه‌تر براتون بگویم، در این مرحله در اینجا ما باید مریضی که پیش ما میایه نگذاریم انتاناتش از کدام تکنیک ها کار بگیریم که انتاناتش انتشار نکنه، به خود ما انتشار نکنه، به دکتر، به نرس یا به مریض دیگه انتشار نکنه، و همچنان به این مریض انتانات مریضای دیگر نیایه. این طریقه را پس اینجا دو کار در مدیکال اسپسس کار است. یکی چگونه از کدام روش کار گرفته شود تا انتان مریض منتشر نشه، یک موضوع. دی کوم طریقه نه کار واخیستل شي چې د مریض انتان یا مایکرو ارگانیزمونه یا پاتوژن تیت نشي، خپور نشي. یو خبره داده. یک موضوع همی است که از کدام روش کار گرفته شود که انتان یا پاتوژن یا مایکرو ارگانیسمی که سبب تولید مرض به بیمار شده به دیگران انتقال نشه، یک مورد.
و مورد دوم چی است؟ از سایر مریض ها پاتوژن هایش یا مایکروارگانیسم هایی که سبب تولید مرض شده به این مریض نیاید. دو مورد شد، از مریض به دیگران نره، از دیگران به مریض نیاید. و در بخش سرجیکال اسپسیس در اینجا عملیه تقویم سازی است یا استرالایزیشن است. باید یک ناحیه استرالایزیشن شود و یک آله هم تعقیم شود. استریل به معنی چی؟ که پاتوژن یا مایکروارگانیسم کاملا از آله یا از اون ناحیه کاملا دور شود. مثلا دست یک نفر جراحی میکنیم، دست یک نفر جراحی میشه، اما قسمت که جراحی میشه او باید از پاتوژن ها پاک شود. و همچنان از آله هایی که کار گرفته میشه در جراحی، از تمام لوازمی که کار گرفته میشه او باید استریل شود یا تعقیم شود، معقم شود، موجودیت پاتوژن ها در صفر شود. و هدفش چی است؟ از امی سرجیکال اسپسیس هدفش ای است که از جلوگیری مایکروارگانیسم در بدن امی مریض، امی کسی که جراحی میشه، جلوگیری شود. حالا اگر محیط پر از پاتوژن ها باشه، از مایکروارگانیسم هایی که سبب تولید مرض میشه، محیط از اینها پر باشه، وقتی که جراحی میشه به عوض که جراحی به مریض فایده برسانه ضرر میکنه. پس در سرجیکال اسپسیس چند موضوع مهم است. اول، اما محیط باید کاملا معقم باشد. دوم، قسمتی که جراحی میشه اول باید معقم شود، از وسایلی که کار گرفته میشه معقم شود. و هدف از این چی است؟ هدف سرجیکال اسپسیس انتانات در بدن کسی که جراحی میشه نرود، انتاناتی که بیشتر نشه مقدارش. سرجیکال که کله چی یو نفر جراحی کیگی، اول خب باید اماغه ځای چې د مریض جراحي کیږي اماغه اتاق ده دا کاملا باید پاک وسی، او وروسته اماغه ځای چې عملیات کیږي هغه ځای باید اول معقم شي، پاک شي. بیا وروسته اماغه وسایل چې کار اخیستل کیږي هغه هم باید په بشپړ ډول معقم یا استریل وسی. او همدارنګه د سرجیکال اسپسیس هدف څه ده؟ مریض ته نور میکروبونه لاړ نشي. و هدف مدیکال اسپسیس چیست؟ هدفش چی است؟ در سلاید قبلی گرچه میره گفتم که دو مورد در نظر میکنه، یکی انتان مریض یا پاتوژن های مریض به دیگران نره، و دوم مریض به مریض انتانات بیشتر نیاید. نو دیده هدف دو ده. اول، د مریض پاتوژن نورو ته لاړ نشي، او دویم مریض ته نور پاتوژنونه لاړ نشي. دا هدف ده. و شما در کل امی اسپسیس چی سرجیکال باشه چی مدیکال باشه بعض اصطلاحات زیاد میشنوین. زین اصطلاحات تاسو ډیر اورئ په همدا اسپسیس پروسه کې. یو کلین، یکی کلین است یا پاک است و دیگه استریل. کلین یا پاک یعنی ظاهرا پاک باشه، مثلا یک ظرف که شستشو میشه کلین میشه، پاک میشه. ولی معقم چی مانا؟ معقم یعنی پاتوژنش در هیچ نباشه. معقم یا استریل یعنی که پاتوژن بیخی نوی. استریل یا معقم چی مانا؟ پاتوژن موجود نباشه، مایکروارگانیسم در موجود نباشه. ولی پاک و استریل از هم چی فرق داره؟ پاک یعنی ظاهرا پاکش کردیم، شسته شد خلاص. ولی معقم به ایمانا که تمام پاتوژن ها از این دور شده باشد، این را معقم میگه. و دیگر هم از contaminated
contaminated ملوث یا آلوده، با میکروب ها که ملوث یا آلوده باشه ایرا میگه contaminated یعنی ملوث و یا هم آلوده. و grossly contaminated چی معنا داره؟ که به شدت آلوده باشه، یعنی مقدار آلودگیش بیشتر باشه. این اصطلاحات در اسپسیس زیاد میشنویم. دا اصطلاحات به اسپسیس که دیر موگ آورو. کلین یعنی پاک، کلش یو شای مینزو په اوبه باندې دا کلین شو، پاک شو، ظاهرا پاک شو. خو استریل یعنی پاتوجن بیخی پکې نوی، د حالت استریل یا معقم وایي. او کانتامینیتد ملوث، آلوده، د میکروبونو نه ډک. او بل ګراسلی کانتامینیتد هغه حالت ده چې میکروبونه پکې ډیر زیات وي. اینجا هم مصطلحات آورده شده است که dirty، یک اصطلاح دیگر خود dirty را زیاد میفهمین که کثیف و چتل، شستشو نشده باشه dirty میشه. contaminated تا خود گفتیم که چی باشه؟ استریل نشده باشه، ملوث آلوده باشه. grossly contaminated که در تمامش در این قسمت تشریح کردیم. اینجا هم اصطلاحات انگلیسی آورده که کسایی که انگلیسی یاد دارن میشه انگلیسیش یاد بگیره بهتره، ولی کسایی که انگلیسی یاد نداره دری و پشتوی قسمت که من تشریح کردم همون کافی است. چند dirty به معنای چتل و کثیف میشه، contaminated آلوده پر از میکروب، grossly contaminated مقدار میکروب ها که دی بیشتر باشه، کلین پاک باشه ولی استریل نباشه، مایکروارگانیسم دی موجود باشه، مایکروارگانیسمش تا هنوز پاک نشده باشد. و استریل یعنی مایکروارگانیسم ها چی شده باشد؟ از پیشش دور شده باشه، فری آف مایکروارگانیسم شده باشد، از مایکروارگانیسم خلاص شده باشه، کدام مایکروارگانیسم در اون موجود نباشد. و همچنان چند موضوع اساسی را ما باید، چند قانون اساسی، چند اصول اساسی را در مدیکال اسپسیس ما باید بدانیم. اول قانون ای را باید بفهمیم که پاتوژن ها در هر جا است. pathogens are everywhere. پاتوژن ها در همه جا هستند. پاتوژنونه به هر ځای کې است. یک اصل امی است که پاتوژن ها در همه جا است. پاتوژن په ټول ځای کې شته، در هر جا پاتوژن است. دوم، پاتوژن وقتی که هر جا است باید از انتقالش جلوگیری شود. اول پاتوژن همه جاست، دوم پاتوژن جایی که هست از انتقالش باید جلوگیری شود. و سوم، باید فهمیده شود که کلین چی است، کانتامینیتد چیست، درتی چی است، استریل چیست. اصطلاحات ما باید بفهمیم. و موضوع اخیر، پاتوژن ها باید کنترل شود. چند موضوع اینجا خیلی مهم است. اول ایرا ما باید بدانیم که پاتوژن در همه جا هست. پاتوژنونه په هر ځای کې شته. وقتی که در همه جا است باید از انتقالش جلوگیری شود. و اصطلاحاتی که کلین، کانتامینیتد و درتی و استریل است اینها را هم بفهمیم و بالاخره پاتوژن کنترل شود، پاتوژنونه کنترل شي. و همچنان امو 4 اساس یا 4 پایه مدیکال اسپسیس در ساحه عمل چیست؟ په عملی ساحه کې د مدیکال اسپسیس مهم ټکی کوم یو دی؟ اولش چی است؟ بهداشت دست است. د لاس حفظ الصحه ده، هاند هایجین. د لاس حفظ الصحه، بهداشت دست است. دوم مورد که هست Personal Protective Equipment یا PPE، یعنی شخصی محافظتی تجهیزات، تجهیزات محافظتی شخصی که یک
کارمند صحی باید داشته باشه. مثلا ماسک است، دستکش است، کلاه است، تمام لباس مشخصش است. این موارد شامل است. اول مورد گفتیم بهداشت دست است، چون دستها میکروب ها را یا پتوژن ها را بیشتر انتقال میدهد. دست ما با هر چیز در تماس است و هر چیز پتوژن داره. پس بهداشت دست مهم است و بعد از او تجهیزات محافظتی مهم است. در تجهیزات محافظتی در بخش صحت چی شامل است؟ مثلا دستکش شامل است، کلاه شامل است، ماسک شامل است، لباس مشخص مهم است و این لباسی که در بیرون پوشیده میشه این هم پتوژن داره و لباسی که در شفاخانه ها پوشیده میشه لباس مشخص داره. پس این چیزها در Personal Protective Equipment یا PPE شامل می باشد. و همچنان Environmental Controls، کنترل محیط است. کنترل محیط باید کنترل شود که پتوژن ها از محیط انتشار نکنه. در محیط هم پتوژن ها کنترل میکنه و در محیط مثلا امو ساحه که مریض هست، امو 4 طرفه که در او هست، او باید کنترل شود. پتوژن ها که انتشار میشه از پیشش جلوگیری شود. و همچنان کنترل management of contaminated items، چیزهایی که ملوث شده، لوازمی که ملوث شده، او باید مدیریت شود، اداره شود، کنترل شود در جای مشخصش. نه ای که لوازم محکم و پاک و ملوث و آلوده تمامش در یک قسمت باشه. پس 4 مورد مهم است در مدیکال اسپسس. اول بهداشت دست، دوم تجهیزات محافظتی شخصی که لباس است و لباس مشخص است، دستکش است، ماسک است و کلاه که در طبابت استفاده میشه. این موارد است. و environmental controls، کنترل محیط. در محیطی که بیمار است آن هم باید کنترل شود تا پتوژن ها رشد نکنه، نمو نکنه. این هم کنترل شود. و همچنان مدیریت یا کنترل لوازم ملوث شده که در جای مشخصش باید گذاشته شود. دا 4 مورد بکیدی. اول دیلاس، حفظ الصحه، دویم دی شخصی تجهیزات و حفظ الصحه، دریم محیطی کنترل ده، یعنی محیط هم کنترل شي چې الته پتوژن اخپور نشي. او همدارنګه څلورم هم د ملوث شوي شیان یا د آلوده شوي یا د ککړو شیانو مدیریت او کنترل چې په یو مناسب ځای کې دا باید انتقال شي. حفظ الصحه دست است که از کدام چیزها باید استفاده شود تا حفظ الصحه دست رعایت شود. مثلا شستشو، در یک جلسه مکمل داریم که نرس چگونه دست خود بشوید و مریض چگونه دست مریض چگونه شسته شود. یک جلسه جداگانه مکمل داریم. و همچنانی هم PPS، لوازم شخصی که کدام چیزها شامل است، طوری که میبینید در این کدام موارد شامل است. لباس است و یعنی از سر تا پا تمام چیزهایی را که میپوشیم این در PPA شامل میباشه. و همچنان محیط، در محیط که محیط یعنی اتاقی که مریض نگهداری میشه او هم باید در نظر گرفته شود. و تمام موضوعات و نکات بهداشتی کنترل شود. جلسه با پایان جلسه هم رسیدیم، ولی کار خانگیتان چی است؟ استاس کورانه دندت صدا شما 3 ویدیو مربوط ابسس از یوتیوب تماشا میکنین.
کوشش کنید ویدیوهای عملی را یک را ببینید درسته، ولی بیشتر اگر میخواین یاد بگیرین چی کنین 3 ویدیو را ببینین. اگر مصروف هستین، اگر زیاد وقت ندارین، میشه یکیشان ببینین. ولی براتون توصیه میکنم که از این که شما در شبکه‌های اجتماعی مصروف باشین، کوشش کنید برید در یوتیوب برین و 1-2 ویدیوی آموزشی مربوط به درس پیدا کنین.